بعد 1000 سال سلام. 1000 سال البته نیست چون من تا حالا اصلا اینجا سلام نکردم، ولی بعد 1000 سال سلام. من خیلی فکر کردم که چی بگم، که چرا مثلا این مدت ویدیو نمیذاشتم و اینا، ولی واقعا هیچ دلیل خاصی ندارم، چون تمام چیزایی که باعث میشه مثلا ویدیو نذارم هنوزم هست برام و اصلا دلایلی نبودن که مثلا بخوام بگم باعث میشه آدم ویدیو نذاره. خیلی چیزای شخصی به خودم مثلا با خودم مرتبط بودن، هنوزم هستن، ولی من دیگه گفتم چه میشه کرد و گفتم دوباره بیام ویدیو رو بذارم. یه سری ویدیو گرفته بودم که هی میخواستم بذارم هی نمیذاشتم، بعد انقدر گذشته ازشون که باعث میشد که مثلا بخوام ویدیوی جدید بگیرم نگیرم، چون میگفتم حالا اونا هستن، اونا حیف نشه مثلا اینطوری. به خاطر همین توی این ویدیو که گفتم حالا اولیش باشه بعد از این همه مدت 2 تا قسمت ادیت کردم که از موزه معاصر بوده و چند تا گالری که رفته بودم که فیلم گرفته بودم. گفتم اونا رو بذارم، بعد از ویدیوهای بعدی دیگه برگردیم به حالت اولیه و یه سری چیزایی که قبلا دلم خواست فیلم بگیرم ازشون و نگرفته بودم و مثلا اضافه کنم به کانال و اینا. صحبت خاصی هم راجبش ندارم که فقط تاریخاشون خیلی فاصله داره، یه کمی به این توجه نکنی. همین دیگه. تقریبا تو این 1 سالی که ویدیو نمیذاشتم و نبودم اینجا اتفاق خاصی نیفتاده که بخوام براتون بگم. فقط تنها چیزی که همش میاد تو ذهنم اینه که دانشگاهم داره تموم میشه، یعنی دغدغه اصلی الان همینه که دانشگاهم داره تموم میشه و پایان‌نامه دارم و بیشتر درگیر اونم و مثلا الان میخواستم ویدیو بذارم، گفتم که بهتون فقط از گالری و موزه میخواستم بذارم، چون جای خاصی نرفته بودم که فیلم بگیرم و اینا و یه ذره دیگه هم فیلم داشتم ولی دیگه اون انقدر قدیمی شده که دیگه اصلا هیچ. ولی آره، یعنی تنها کاری که الان خیلی دارم انجام میدم اینه که پایان‌نامه‌مو تمام بکنم، چون توی تابستون دفاع دارم. فعلا یکی از کارام تقریبا تمام شده، نشونتون بدم. نمیدونم چجوری بیفته توی اونجا، چون هم احتمالا نور میفته، همین که شاید اصلا تو کار باشه، نمیدونم. حالا براتون عکسشون میذارم. البته تموم نشده، به خاطر همین چیزه شاید عکسشون ندارم. ولی آره فعلا مشغول انجام این بودم. تا قبلترشم که خب دانشگاه بوده و
مشغول چیز به خصوص ندارم، مثل همیشه دیگه، مثل همیشه فیلم و سریال و کتاب و نقاشی و اینجور چیزا دیگه. ولی الان یه کمی مشخص تره، یعنی میدونم باید چیکار کنم برای پایان نامه. شدم نمیدونم نقاشی دیگه حالا اینجا الان هست، دیدم بتونشون بدم. این یعنی فکر کنم تو کار باشه چون که کوچیکه، صحبت خاصی ندارم راجبش انجام بدم. یکی یک کانال تلگرامیه براتون، حالا میذارمش روی صفحه. یه طراحی از یه ماهی کرده بود که جوری درودش ریخته بود بیرون و اینا. بعد من خیلی خوشم اومد از این، همجوری فورواردش کردم اینا. بعد چند روز بعد همجوری یهو یادش که نمیشه گفت، این تصویر اومد تو ذهنم که کسی پشت خوابیده و ماهی با درودش مثلا رو شکمشه یا رو سینه‌شه. و همجوری ازش طراحی کردم و اینا. بعد خوشم اومد، گفتم نقاشیشم بکنم. در رابطه با کتاب و سریال و فیلم و اینجور چیزا میخواستم تو این ویدیو صحبت بکنم، ولی هر چیز فکر کردم چجوری مثلا بخوام دسته‌بندی کنم و اینا، چون تو این همه تقریبا 1 سال، فکر کنم 7-8 بیشتر 9 ماهی فکر کنم هست که ویدیو نداشتم. اگه بخوام راجع به همه‌شون صحبت کنم که اصلا شدنی نیست، چه برسه توی یه ویدیویی که بالاخره تو 6 دیگه هم بوده، کل ویدیو راجع به این قضیه نیست. گفتم مثلا حالا تو این ویدیو اصلا راجع به اون چیزا صحبت نمی‌کنم، برین همون ادیتایی که انجام دادم ببینین. برای مثلا ویدیوی بعدی همینجوری هر فیلمی که میبینم یا مثلا کتابی که مثلا قبلا دیگه همون کاری که تو اون دورت، تو اون هفته یا تو اون ماه مثلا انجام دادم و بیا مثلا معرفی کنم که خوب بودن و اینا رو. یا مثلا حالا شما خودتون بگین مثلا یه وقتایی میتونم بیام یه سری فیلمو دسته‌بندی کنم، راجبشون صحبت بکنم، یا مثلا کتاب، همه اینا. ببینین شما پیشنهاد دیگه دادین من بگین، چون که اینجا کبیره.